نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، پیش از همه از خداوند جل و علا برای شما بینندگان و تمام مسلمانان از خداوند جل و علا طلب توفیق و بندگی و شکرگزاری و برای وطن عزیزمان استقلالیت و وحدت و ثبات ابدی نصیب گرداند. بیننده عزیز، ما در برنامه پخش مستقیمی شروع علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان که هر هفته اینه برای بینندگان پخش می شود قرار داریم و موضوع ما برادران عزیزم و خواهران گرامی این تفسیر و ترجمه سوره فاتحه است. سوره فاتحه یکی از بزرگترین سوره های قرآن است. سوره فاتحه یکی از بزرگترین سوره های قرآن است و نام های زیادی دارد. یکی از آن سبع المثانی، ام الکتاب و دیگر از نام هایش الشفا، یعنی سبب شفای بیماران می شود. خداوند جل و علا و پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم منت می گذارد و می گوید در سوره حجر آیه 87: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. صدق الله العظیم. و ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما به تو عطا کردیم سبع المثانی، 7 تکرار شونده، یعنی سوره فاتحه رو برای تو عطا کردیم. و القرآن العظیم، و قرآن بزرگ رو برای تو عطا کردیم، فرستادیم. پس ببینید خداوند جل و علا سوره فاتحه رو جداگانه و تمام 113 سوره دیگر رو جداگانه و قرآن بزرگ رو جداگانه ذکر میکند. پس این خود از فضل و جایگاه و مقام سوره فاتحه گواهی می‌دهد. پس ببینیم برادران عزیزم، سوره فاتحه اولش با حمد و ثنا و ستایش و شکر پروردگار شروع می شود و صفتهای پروردگار جل و علا، بخشندگی پروردگار جل و علا، الرحمن الرحیم شروع می شود. ببینیم حدیث در فضل سوره فاتحه آمده است. عن ابي سعيد ابن المعلى قال كنت أصلي في مسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. از ابی سعید المعلا روایت است که میگوید من در نماز بودم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مرا صدا زدند، مرا فرا خواندند. پس من در نماز بودم و جواب ندادم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اومدم و گفتم ای پیامبر خدا، شما مرا صدا زدید اما من در نماز بودم. فقال، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الم یقل الله، آیا نشنیدید که خداوند جل و علا فرموده است استجیبوا لله و للرسول، استجابت کنید خداوند و پیامبر را. ثم قال، سپس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و این صحابه کرام فرمود لأعلمك سورة هي اعظم سورة في القرآن، تو را یک سوره نشان میدهم. هي سبع المثانی، این 7 آیت است. هي سبع المثانی، این 7 آیت است که تکرار شوندند. والقرآن العظیم الذي اوتیته، که نام خدا را یاد کند و بگوید به نام خداوند. پس در اینجا این عملش برای او همچون عبادت و نوشته می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی بخشنده مهربان. الرحمن الرحیم برادران عزیزم، این دو صفت از صفتهای پروردگار جل و علا اند. الرحمن، رحمانی پروردگار جل و علا، بخشندگی پروردگار جل و علا. خداوند جل و علا به همه بندگانش و همه مخلوقاتش بخشنده و مهربان است.
در حدیث صحیح آمده است که پیامبر خدا صلی الله ببینیم در حدیث آمده است پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند جل و علا را 100 رحمت است. خداوند جل و علا دارای 100 رحمت است و یک رحمتش را به تمام مخلوقات و زمین داده است. یعنی ما مهربانی یک حیوان رو به فرض نسبت به فرزندش میبینیم، یک مخلوقات رو میبینیم. یعنی این همه رحمتی که در دنیا قرار دارد، این همه رحمتی که مادران نسبت به فرزندان خود نشان میدهند، اون رحمتی که مادر یا پدر آماده است که خود را تباه کند در حالتهای صدموی و دیگر تا اینکه فرزندش را نجات بدهد، این همه رحمت ها در تمام عالم ها اگر جمع کنیم تنها یک رحمت پروردگار جل و علا می شوند. رحمان این صفتی است که برادران عزیزم رحمت عمومی است. خداوند به کافر هم رحمت دارد. اگر رحمت نکند همه مخلوقات تباه می شوند، هم به مؤمنان و هم به کافران، هم به انسان و به همه مخلوقات خداوند جل و علا چی است؟ مهربان است. این صفتی هست که نوع بس از دین و اعتقاد خداوند جل و علا به بندگانش نصیب می‌گرداند. الرحیم، این صفت خداوند جل و علا مخصوص بندگانش می شود، تنها نصیب بندگان مؤمنش در روز قیامت می گردد. بیایید برادران عزیزم، بینندگان عزیز، ما سوره فاتحه را به اتمام می رسانیم و سپس شما سوال ها اگر داشته باشید سپس در رقم 221 24 11 خب میتونید زنگ زنید بعد از تمام شدن تفسیر سوره فاتحه. خداوند جل و علا ببینیم میفرماید الحمد لله رب العالمین. بگو الحمد لله رب العالمین، حمد و ثنا و ستایش تنها برای الله، یعنی پروردگار مربی تمام عالم هاست. در اینجا نه تنها عالم انسانیت بلکه تمام عالم ها رو در اینجا ذکر کرده است. عالم جین ها، عالم حیوانات، عالم حشرات و دیگر عالم هایی که ما میدونیم یا نمیدونیم، ما میشناسیم یا که نمیشناسیم. همه حمد و ثنا و شکر و ستایش مخصوص خداوند است که پروردگار جهانیان است، همه جهانیان است. الحمد یعنی الشکر لله، یعنی سپاسگزاری پروردگار جل و علا. الرحمن الرحیم، ببینیم الحمد لله رب العالمین در اینجا ما درک میکنیم، ما میفهمیم که همه نعمت ها از جانب خداوند جل و علا هست. نعمت دین، نعمت قرآن، نعمت تنصیحاتی، نعمت پدر و مادر، نعمت فرزند، نعمت شنوایی، نعمت بینایی و خداوند جل و علا خود در قرآن میگوید که اگر شما میخواهید که نعمت‌های مرا شمارش کنید شما نمیتوانید. چقدر نعمت‌های بیشمار خداوند جل و علا را ما استفاده میبریم و ما خدا را شکرگزار میشویم اگر ما در حقیقت درک کردیم که همه نعمت‌ها از جانب خداوند جل و علا هست. در این حال ما کامیاب و موفق خواهیم شد. و در آیت سیم الرحمن الرحیم، همون صفت رحمانی و رحیمی پروردگار جل و علا. ما تأکید میکنیم که همه رحمت از جانب پروردگار جل و علا هست. همه چیزی که داریم، همه نعمت هایی که داریم از جانب خداوند جل و علا هست. خداوند را با نامهایش، با صفتهایش صدا میزنیم. خداوند جل و علا در قرآن میفرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، و خداوند جل و علا را نامها و صفتهای هست، پس او را با همین نامهای زیبایش صدا بزنید. با نامهای زیبایش صدا بزنید. الرحمن الرحیم، بخشنده مهربان. باید انسان همیشه امیدش به پروردگار جل و علا باشد، توکلش، یقینش به پروردگار جل و علا باشد.
در همین حالت کامیاب و موفق می شود. مالک یوم الدین، پادشاه روزی جزا. در این دنیا ما می بینیم که هر یک منطقه و هر یک خانواده و هر یک سرزمین برای خود راهبر یا فرمانروا دارد، اما در روز قیامت فرمانروای مطلق و یگانه الله جل و علا هست. مالک یوم الدین، یعنی صاحب آن روز جز الله جل و علا هیچ کسی نیست. در آن روز پادشاه با انسان‌های عادی در این همه یکسانند. بندگان خداوند جل و علا همگی یکسانند نزد پروردگار جل و علا، نوابسته از مقام و جایگاهشان در دنیا. در روز آخرت همه بندگان خداوند جل و علا یکسانند نزد پروردگار جل و علا. آن روز یک پادشاه دارد. لمن الملک اليوم، پادشاه امروز کیست؟ لله الواحد القهار، پادشاهی آن روز تنها نزد پروردگار جل و علا هست. امام قرطبی می‌فرماید این آیت وادار می‌کند انسان را که یک ترس، یک خوف در دل او جا شود و بداند که صاحب روز قیامت خداوند جل و علا هست. نه ثروتش، نه فرزندانش، نه ملکش و نه داراییش او را در روز قیامت نجات نمی‌دهند. تنها خداوند جل و علا هست. پس باید انسان به خداوند جل و علا تکیه و امید و توکل کند و او را شکرگزاری کند و عبادت کند. در آیت دیگر ببینیم ایاک نعبد، ما میگیم ایاک نعبد، پروردگار رو تنها و تنها تو را میپرستیم. ایاک نعبد، تنها و تنها تو را میپرستیم. و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری میخواهیم. این خود ببینیم توحید است و ما نشان میدهد، به ما تعلیم میدهد که تنها و تنها باید ما خداوند جل و علا را بپرستیم و تنها از او طلب کنیم. اگر شفا میخواهیم، اگر فرزند میخواهیم، اگر تنصیحاتی میخواهیم، اگر دارایی میخواهیم، اگر کامیابی دنیا و آخرت میخواهیم، از خداوند جل و علا طلب کنیم. تنها از خداوند جل و علا طلب کنیم، نه از یک بزرگوار، نه از یک چنانی که در بعضی حالتها هست میبینیم و خرافات و کجروی ها میروند، از قبرستان ها میروند طلب میکنند، یا از بزرگانی که گذشتن از اونها طلب میکنند. این نادرست است. این انحراف و کجروی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث آمده است خط خطوطا، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خط کشید، خطا مستقیمه، یک خط راست کشید، سپس خطهای دربریان کشید، خطهای کج و راستیان خط کشید و فرمود و هذا صراط مستقیما فتبعوه، و این راه راست است فتبعوه، آن را پیروی کنید، ولا تتبعوا السبل، و راههای دیگر را پیروی نکنید، فتفرق بكم عن سبیله، شما را از راه راست دور میکند، جدا میکند. ببینیم علما گفتند قرآن همش در سوره فاتحه، معنی تمام قرآن در سوره فاتحه جمع آمده است و تمام معنی سوره فاتحه در همین آیت ایاک نعبد، تنها تو را میپرستم، خلاصه می شود. ما برای چی آفریده شدیم؟ خداوند جل و علا مقصد زندگی ما رو در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جنها و انسانها را نه آفریدیم مگر برای عبادت خویش، مگر برای عبادت خویش. و این آفتاب با این بزرگیش، ماهتاب، کائنات، باد و هوا
این همه برای ما آفریده شدن، برای انسان آفریده شده است. ابر و ماه و باد و خورشید همه در کارند تا تو نانی به دست آری و به غفلت نخوری. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. سپس بخش سیوم یعنی دعا است. پروردگارا ما را بر راه راست هدایت نما. ما نیاز داریم همیشه باید دعا کنیم که خداوند جل و علا ما را در راه راست نگاه بدارد و در این راه کامیاب و موفق بگرداند. اهدنا الصراط المستقیم. پروردگارا ما را بر راه راست هدایت نما. هدایت طلب کردن هر روز، در هر نماز، در هر دعا، بزرگترین نعمت پروردگار جل و علا، یکی از بزرگترین نعمت‌های پروردگار جل و علا بیننده عزیز، این هدایت است. این هدایت است. هر کس که هدایت یافت او کامیاب و موفق در این دنیا و آخرت است. صراط المستقیم راه راست. راه راست کدام راه است؟ صراط الذین انعمت علیهم. راهی کسانی که به آنها انعام کردیم. آنها کی هایند؟ صراط الذین انعمت علیهم. آنها پیامبرانند، صدیقین، شهیدان و صالحین است. پس راه آنها را ما باید پیروی کنیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه راه غضب شدگان و نه راه گمراهان. در حدیثی که امام ترمذی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکند، این آیت را مغلوب یعنی غضب شدگان و الضالین و گمراهان را در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ تفسیر کردند و شرح دادند و فرمودند مغضوب علیهم اینها یهودیانند که به آنها پیامبران زیادی آمد و آنها کتاب فرستاده شد. آنها درک کردند، میدونستند که پیامبران از جانب پروردگار جل و علا فرستاده شدند و این کتاب‌های الهی اند، برای سعادت انسان آمدند. اما آنها دانسته سرکشی کردند و پیامبرانشان را به قتل رسانیدند و کتابشان را تحریف کردند، علاوه کردند و کم کردند، با خواهشات نفسی خود آن را تغییر دادند. هر پادشاه یا سروری می اومد بالای آنها، این کتاب را چیکار میکرد؟ با خواهشات نفسی خود، با عقل خود تغییر میداد، یا کم میکرد یا زیاد میکرد. یکی از شاخه های ایمانی ما برادران عزیزم، چنانه که در آیت های آخر سوره بقره آمده است، چی است؟ ایمان آوردن به چی؟ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. به خداوند ایمان آوردن. آمنت بالله و ملائکته و به ملائکه ها و کتبه و کتاب ها، تورات و انجیل و زبور و قرآن، اینها کتاب هایند و چند مصحفی که به حضرت شیس علیه السلام آمد و به همه اینها ما ایمان داریم، اما به آنها پیروی نمیکنیم، نه به تورات و نه به انجیل. برای چی؟ به خاطر که آنها تحریف شدند، در آنها کمی و کاستگی و زیادتی و علاوگی پیدا شد. طبق آمارهای رسمی و دینی، کتاب انجیل زیاده از 300 بار تغییر و علاوه ها به آن آمده است. اما قرآن وقتی آنها تغییر دادند کتاب خداوند را، خداوند جل و علا در اخیر قرآن را فرستاد و فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کردیم و حفظ کردن آن به دوش خود میگیریم، حفاظت آن را از تغییر علاوه ها و دیگران. ولا الضالین و گمراهان در حدیث آمده است که آنها کیانند؟ نصرانیانند.
آنها از محبت زیاد از راه راست دور شدند و خداوند فرزند و نمیدونم دختر و دیگر تعلق دادند، نسبت دادند، شرک به خداوند آوردند. ببینیم در عقل سالم جا نمیگیرد. قرآن خداوند را میگن چه در روح یک کودک اومد و آن به دنیا آمد و سپس به صلیب آویخته شد و دیگر. خداوند جل و علا میگه قل هو الله احد، بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم که خداوند یگانه است. لم یلد، الله الصمد، خداوند بی نیاز است. لم یلد و لم یولد، خداوند نه زاده شده است و نه میزاید، نه فرزند دارد نه تولد شده است. ولم یکن له کفوا احد، او را هیچ کفو یعنی برابری نیست. برادران عزیزم، وقتی انسان سوره حمد، سوره فاتحه، سوره شفا، سوره ام القرآن یعنی الحمدلله رب العالمین این سوره را میخواند، ایمانش و محبتش به پروردگار جل و علا زیاد میگردد. ایمانش به پروردگار جل و علا زیاد میگردد. و همین است که اعجاز سوره فاتحه همین است که میفرمایند سوره فاتحه به 3 قسم تقسیم می شود. حمد یعنی سپاسگزاری، الحمدلله رب العالمین، و سپس عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و در اخیر دعا، اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار ما را به راست هدایت نما، همان راهی که بر پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین نصیب گردانید. ببینیم یک قصه تأثیر بخشی است در موضوع سوره فاتحه. گروهی از صحابگان به دهه‌ای رفتند که سردار دهه را مار گزیده بود و بیمار بود و تبی بلند داشت و یکی از صحابگان سوره فاتحه را خواند و به او دمید. سپس آمد نزد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و این کار را به او گفتند، این عمل را گفتند که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ما در سفر بودیم و در یک محلی اومدیم که سروری آن محله را مار گزیده بود و من سوره فاتحه را به او دمیدم و او شفا یافت. پس پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود از کجا دانستی که آن رقیه است؟ یعنی آن برای بیماران شفا است. اگر میخواهید که سالم بمانید، اگر میخواهید که دور از تمام وسوسه های شیطان و فتنه ها بمانید برادران و خواهران عزیزم، پس هر صبح و شام ذکرهایی هستند، ذکرهای صبح و شام، آنها را بخوانید. اول از سوره فاتحه شروع می شود. یکی از نامهای سوره فاتحه الشفا است، یعنی سبب شفای دلهای درمند و شفای بسیاری از بیماری ها می شود. برادران عزیزم، وقتی ما با این دعا، وقتی ما بوت میکنیم، آیت آخران را میخوانیم و دعا میکنیم و در اخیر میگیم آمین، یعنی چی؟ یعنی پروردگار را قبول فرما. اللهم آمین، پروردگار، یکی از معناهای دیگرش این است که پروردگار ما را در امن و امنیت نگاه بدار. خداوند جل و علا در قرآن میگه الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان آوردند ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و ایمانشون را با ظلم آمیخته نکردند. یعنی بعد از ایمان آوردن ظلم و ستم نکردند، یعنی شرک نآوردند و خداوند شریک و رفیق قرار ندادند.
اولئک لهم الامن. خدا میگه آنها در امن و امنیتند و هم مهتدون، آنها هدایت یافتند. پس امین معنیش پروردگار ما را در امن و امنیت قرار بده، پروردگار را از ما قبول فرما. بینندگان عزیز، اگر سوالی دارید از شما خواهش در رقم 2242511 تماس گیرید. وقتی ما سوره اهدینا در سوره فاتحه که گفتیم یکی از آیات‌های مهمترین است، همه قرآن معنایش در سوره فاتحه جمع می شود و همه معنای سوره فاتحه در این آیت، یعنی اهدینا الصراط المستقیم، پروردگار ما را بر راه راست هدایت نما، جمع می آید. بله، سلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام. حضرت بابا یا سوال داشتیم. بله گوش میکنم. حضرت از سوره فاتحه. بله علاقتون کنده شد، بله دیگه زنگ بزنید. بله سلام علیکم رحمت الله. بله سلام علیکم رحمت الله. علیکم سلام. حضرت بابا بخشی تلفن من بردن از سوال ممنون. بله بله گوش میکنم. حضرت لا صلاة، نمازی انسانی که سوره فاتحه رو نمیخواند نماز نیست. نماز نیست، یعنی یکی از واجبات داخل سوره بخشش یکی از واجبات نماز این سوره فاتحه رو خواندن است. پس یکی از مهمترین است. ببینیم زیاده از 17 بار در روز در نمازهایمون و این دعا رو، این سوره رو میخونیم. این سوره رو ما میخونیم. پس بیایید بگردیم. وقتی اهدینا الصراط المستقیم میگیم، دعا میکنیم اهدینا الصراط المستقیم، پروردگار ما رو بر راه راست هدایت نما. عبادت، این دعا کردن این خود عبادت است. الدعاء هو العباده، در حدیث صحیح اومده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که دعا خود عبادت است و در جای دیگر الدعاء مخ العباده او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا دعا مغز عبادت است. پس در آخر ما دعا میکنیم. ببینیم اگر انسان معنای سوره فاتحه رو درک کند و بفهمد که خداوند با کی صحبت میکند، با کی صحبت میکند. علما گفتن اگر میخواهی که خداوند جل و علا با تو صحبت کند، قرآن بخوان، تو را در اونجا امر میکند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید از خداوند بترسید. وقتی میخواهی که با خداوند صحبت کنی، پس برادران عزیز نماز بخوان. نماز این یک عملی هست که انسان با پروردگارش نزدیک می شود. این یک عملی است که انسان با پروردگارش مناجات میکند، ثنا میگوید، از خداوند جل و علا طلب میکند و دعا می نماید. نماز، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز را کلید جنت گفتند. کلید جنت گفتند. و اولین سوالی که در روز قیامت می شود این از نماز می شود. و نماز به سوره فاتحه نماز نیست. ببینیم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند من الاحسان، احسان چیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان تعبد الله کانک تراه، خداوند جل و علا را چنان عبادت کنی که او را میبینی. فإن لم تكن تراه، اگر او را دیده نمیتوانی، فإنه یراک، پس بدان
که خداوند جل و علا تو را دیده شده است، تو را میشنود و بر هر یک آیت سوره فاتحه تو را جواب میدهد، چنانکه که در اولی برنامه ما گفتیم. وقتی بنده در نماز میایستد بعد تسبیح و سبحانك اللهم، بعد از استعاذه و بسمله، وقتی سوره فاتحه را میخواند الحمدلله رب العالمین، خداوند جواب میگوید حمیدنی عبدی، بنده مرا حمد و تسبیح گفت، حمد گفت. سوره فاتحه را بخوانید که سوره فاتحه دعا هست، سوره فاتحه شفا است، سوره فاتحه سبب رحمت و برکت و سعادتمندی انسان در دنیا و آخرت می شود. از خداوند جل و علا طلب می نماییم که استقلالیت و وحدت و آرامی این سرزمین و تمام سرزمین های مسلمانان را همیشگی گرداند. خداوند جل و علا گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت، همه ما را کامیاب و سعادتمند دنیا و آخرت نصیب گرداند. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.